خب بچه ایونت اینترنشنال هم اومد، بیام بریم ما ببینیم که چیا داره. خب چند تا مورد داره که خیلی جالبه. تیم باندلز، تالنت باندل. تیم باندلز فکر کنم بدونید چیه، مثلا میتونید از تیماتون حمایت کنید، تیمایی که تو تی آی هستن. به فرض من طرفدار نیگما گالاکسی ام، این پلیراش هم که میتونید ببینید. خب خط چیزی که نوشته میگه 50% از این خریدایی که ساپورت ها میکنید میره برای خود تیم. مثلا اگه از نیگما گالاکسی خوشتون بیاد بخرید پکش رو بخرید، هر مقداری که بخرید 50%ش برای خود تیم میره، 30%ش هم میره برای جوایز اینترنشنال. حالا به فرض مثلا نیگما گالاکسی انتخاب کردم، سه تا تایر لیست داره. تایر لیست یک که برنز، چیز خاصی نمیده، فقط مثلا حالت ساپورت معمولیه. تایر لیست دوم اسپری و لودینگ اسکرین میده، حالا بعضیشون جذابه، میتونید خودتون انتخاب کنید کدومو میخواید. تایلیست سوم که از همه بهتره، کلی چیز اضافه داره، مثلا چتویل داره. چتویل حالت دائم متاسفانه ندارم و وقتی این ایونت تموم بشه اینم از بین میره. مثلا یکی از اینا رو بشنویم. It's all about the comeback. اوف چه باطل. البته لودینگ اسکرین و مثلا اسپریا فکر کنم تا آخر بمونه، حتی اسپریا شاید نمونه ولی لودینگ اسکرین حتما میمونه. حالا چیز جدیدی که اضافه شده و خیلی جالبه تالنت باندله. مثلا تالنت ها 4 زبان رسمیه: روسی، انگلیسی، چینی و اسپانیاییه. و یه چیز جدیدی که اضافه شده زبان کامیونیتیه، زبان قومیت هایی که تعدادشون بالاست ولی خب خیلی زبان رسمی حساب نمیشه. مثلا زبان پرتغالی برای برزیلیا، مثلا زبان اوکراینی و زبان فیلیپین. حالا خود فیلیپین بیشترش انگلیسی حرف میزنن ولی خب یه زبان محلی دارن به اسم تاگایتای و زبان باحالیه. کلا یکی از لهجه‌های باحال کل انگلیسی بعد هندی فیلیپینیه. این تالنت هم مثل همون تیم باندلا 50%ش برای تالنت میره، 30%ش هم میره برای جوایز. خیلی بخواید خرج کنید میتونید برای بانو افیرو بخرید که این دفعه تو 4 تا تیر هستش. استاندارد که فقط یه استیکر میگیرید با $1، گلیتر که یه دونه وایس لاین هم بهتون میده. برخلاف باندل تیما اینا پرمننت هستش، تا آخر کل عمر دوتا میتونید داشته باشید. میتونید اینو داشته باشید و اسپم کنید موقعی که دارید کری پلی میدید، یا وقتی که مثلا دارید ساپورت پلی میدید میتونید به قیمت $20 ناقابل اینو بگیرید. البته از تیر 3 به بعد یعنی هولو و گلد یه دونه اتوگراف رون هم میگیرید که با این اتوگراف رون میتونید رو هر آیتمی که دلتون بخواد امضای این بانو افی رو مثلا روش بندازید. حالا این چه تأثیری داره؟ این که مثلا ممکنه آیتمی که مثلا بعداً بخواید تو مارکت بفروشید یه ذره گرونتر میشه، حالا نه خیلی ولی خب یه ذره. و بخش جذابش که یه نیازی هم به پرداخت پول نداره، تا اینجا همه چی پولی بود و حمایت از سازنده های بازی، حمایت از تیما و حمایت از تالنت های بازی بوده. خب بچه این بخش پردیکشن یا پیش بینی هایشه که تو دو بخشه، یه دونه رود تو اینترنشنال، یه دونه د اینترنشنال. رود تو اینترنشنال کل تیما هستن، کل 16 تا تیم هستن. خود اینترنشنال 8 تا تیم برتر فقط بازی میکنن. حالا اینجا بخش پیش بینی هستش که مثلا میگه کدوم تیم به نظرت همه بازیشو میبره. میگه مثلا من میگم مثلا به فرض تیم اسپریت کدوم تیم مثلا 4 تا بازی میبره، یه بازی میبازه. مثلا میزنید فالکون، گلادیاتور، هر کدوم که خودتون فکر میکنید درسته. ولی من بعدا آنالیزهای حرفه‌ای دیگه که مثلا بقیه انجام دادن میسنجم و به صورت پست یا استوری حتما براتون قرار میدم که دقیق‌ترشو داشته باشید. و یه بخش هم هستش به اسم فانتزی. خب اینم باز دوباره تو دو بخشه که اینجا به جایی که از تیم استفاده کنید از پلیرها میتونید استفاده کنید. خب یه پیام داره که میتونید کارتاتون رو بعداً هم عوض کنید. مثلا به عنوان کور میگید بهترین کور بازی که مثلا میتونه باشه، مثلا من میگم من ساتانیک رو به عنوان کور پلیر برمیدارم. مثلا میدو مثلا میام برمیدارم نووان. و ساپورت هم به عنوان چیز مثلا اینسنیا مثلا خیلی احساس میکنم قویه. یکی اینسنیا، یکی هم ناین کلاس. مثلا من طرفدار پاراویژن نیستم ولی خیلی این سه تا پلیر واقعا تو تورنمنت‌های اخیر قوی عمل کرده. خب بعد اینا که انتخاب کردیم نوشته که چجوری کار میکنه. یه تفاوتی که این فانتزی با فانتزی قبلی داشته اینه که میتونی کنترل بیشتری داشته باشی و امتیازهایی که مثلا با توجه به این پلیرها که انتخاب کردی بر اساس عمل کرده اونا تو بازی اینترنشنال بهت امتیاز میده. خب میگیم مثلا چجوری کار میکنه. نوشته هر پلیر 2 تا تایتل داره، باید میشه امتیاز فانتزی که میگیرید بیشتر بشه. بعد میگه که ما میتونیم یه سری توکن هم خرج کنیم که تایتل های بیشتری برش بده. مثلا برای نووان که من انتخاب کردم یه تایتل ساکریفیشال مثلا 15% بیشتر میگیری
اگر این هیروش اول انتخاب بشه. مثلا آف د بول یه 9% امتیاز بیشتر میگی اگر قبل مثلا مینسی یه بار بایبک کرده باشه. خب مثلا الان تایتل ها مثلا میتونی عوض کنی. نکن رول توکن داریم. مثلا الان من 40 تا رول توکن دارم. مثلا جنریت تایتلز مثلا یه نمیزنم. یه دونه رول توکن هم تموم شد. کلا نو وان د پاسیفیست. مثلا د پاسیفیست یعنی چی؟ 19% بیشتر میگه اگر یه هیروی بلو انتخاب کنی. هیروی بلو هم مثلا ایناست دیگه تو لیست زده. بعد میگه 8% هم بیشتر میده اگر 8% هم بیشتر این اگر هیچ کلی نگیره. خب من مریض نیستم همچین چیزی بگیرم و اینکه این هیرو هم خیلی هیروی میت نیستن که نووان پلیشون بده بس به کارم نمیاد. یه کریمزون مثلا اگر هیروی قرمز بیشتر پلی بده. باز میگم بعد نگاه کن مثلا چه هیروی پلیری که برداشتید پلی میده تا بتونید با توجه به اون بهترین کارت مثلا بردارید، بهترین تایتل براش انتخاب کنید. بعد اینا رو باید دونه دونه بشینید بخونید ببینید کدوم به دردش میخوره. من الان نمیتونم مثلا دقیق بگم مثلا چی به درد چی میخوره. یه سری وار بنر داریم که مثلا یه سری کارهای مشخصی انجام میده که باعث میشه مثلا ببینید چقدر میتونید امتیاز بگیرید. مثلا تو قسمت دفت زده مثلا با 1800 تا پوینت شروع میکنه. یعنی تو کلا هر کاری نکنی مثلا با این کارت 1800 تا پوینت میگیری به شرط اینکه اصلا نمیره. ولی هر بار که میمیره 180 تا از اون پوینت ها کم میشه. که مثلا 121 پوینت برای این واچرز تیکن 121 پوینت میگیره وقتی که این پلیر رو یه واچر بگیره. یا مثلا 1700 تا پوینت میگیره اگر این پلیر فرست بلاد بزنه. مثلا برای ساپورت کمپ استکس 1700 تا پوینت میگیره به ازای هر کمپی که استک کنه این ساپورت و 850 تا پوینت به ازای وقتی که این پلیر تو کشتن تورمنتور نقش داشته باشه و 121 پوینت هم میگیره به ازای هر رونی که میگیره. حالا همینه که انجام دادیم اینجا 3 بخش داره. نگاه کن نشه ری رول. بعد ما به صورت دیفالت 40 تا رول توکن داریم که الان من یکیش استفاده کردم. ری ترید فور د بلو امبلمز. مثلا بلو امبلمز ها مثلا ایناست. این بنرها که می‌بینید نگاه کن رنگای بلو رو با میتونه ری رول کنه یا مثلا درصداشو تغییر بده. نگاه کن میگه به صورت رندوم 2 تا از اینا رو افزایش میده درصدا رو ولی یکیشونو کم میکنه. دیگه باید حواستون باشه یه جوری شانسی دیگه یه جوری قمار بیشتر. بعد مثلا اینجا زده ری رول استاتس فور گرین امبلم. مثلا کارت سبز و میتونه استاتاشون رو کلا ری رول کنه. حالا همه اینا به کنار، امتیازا رو که جمع کردید به کنار، میان به بخش جالب ماجرا، بخش ریواردا شیاز میتونه 2 تا پلاس باشه، آرکان توکن باشه. آرکان توکن چیه؟ یه آرکان به انتخاب خودت میتونی انتخاب کنی. حالا اینکه آرکانای بتل پسی هم توش هست نیست هنوز فعلا مشخص نیست ولی من حقیقتا بعید میدونم. ایجیز دیسکانت، میتونید تخفیف بگیرید ایجیز فیزیکالی که میخواید بگیرید. و حالا چه جوریه؟ اگر 85% اول باشید هیچی، 90% هم باشید هیچی، ولی اگه 95% برتر باشید 50% تخفیف میگیرید و اگر 1500 پلیر اول باشید یه جوری رایگان میشه و اگر 100 پلیر اول باشید همچنان بازم رایگانه. ولی اینو در نظر بگیرید پایینش قشنگ نوشته exclude taxes duties and valve added taxes. یعنی که مالیاتاشو میگیرن ازتون. حالا هم مالیات کشور هست، مالیات خود والف هست، میگیرن دیگه. ولی خب اینم در نظر بگیرید چون میخوان برای ایران بفرستن. برای ایران که نمیفرستن عملا. شما باید در نظر بگیرید ببینم یه دوستی آشنا داد خارج از کشور داشته باشید برای اون بفرستن. یه مالیاتی برای اون در نظر گرفته میشه که باید اون خودتون تقبل کنید. حالا یه چیزی هم هست به اسم ترایان رگالیا. ترایان رگالیا مثلا چیه؟ اینه که یکی از این ایمورتالا خیلی خاصن با یه رنگ خاصی هم هستش. یعنی نمیتونه هر کسی داشته باشه چون باید 95% اول باشه که بتونی بگیری. و این ایمورتالا واقعا حالا به غیر از ایمورتال کوین اف پین که خیلی راحت میشه گرفته شو با فانتوم لنسر، بقیه‌شون واقعا ایمورتالای نسبتا گرونی هم هستن. مثلا ایمورتال قورباغه شرشم که خودم به شخص دوست دارم. ولی خب اینم دوست دارم اینم دوست دارم ولی باید بشم میگم باید 100 پلیر اول بشی که بتونی هر 5 تاشو بتونی بگیری. 1500 پلیر اول بشی 2 تا، 95% بشی یه دونه. یه پایینتر از اون هیچی نمیده. در مورد آرکانا توکن هم همینجوری 85% اول باشی هیچی، 90% اول باشی یه دونه و 95% بازم یه دونه، 1500 تا یه دونه، بعد استاپ پلیر هم یه دونه. در کل خیلی فکر نکنم سخت باشه که بتونی چیز کنی. بعد در اینکه اصلا بخواید بدونید امتیازاتون چجوری، اینجا امتیازاتون میزنه، اینجا پرسنتایلتون میزنه که بعد سعی کنید حتما برسیدش بالا 95% که بهترین حالت رو داشته باشید.
بعد حالا دوتا پلاس ها چجوریه؟ اگه 85% باشید یه ماه، 90% یه ماه، 95% دو ماه، 1500 پلیر اول باشید 6 ماه و اگر 100 پلیر اول باشید قشنگ یه سال بهتون اشتراک دوتا پلاس هم میده. این هم هست که 300 تا شارت میده به ازای هر 1000 پوینتی که به دست بیارید. البته خب یه سری ریوار رایگان هم داره که مثل این ایجیزه و مثل یه سری هم مثلا والپیپره. مثلا الان میگیرم 20 تا والپیپر رایگان داد که من میتونم استفاده کنم. ماشاءالله قشنگه مثلا خیلیاشون. خیلی اینا خیلیاشون مربوط به تیم‌ها هستن. چند تا اولش بود که به چیز ربط داشتش. نیگما گالاکسی چون خود تیم گالاکسی هم داره خیلی جالب بود. اگر سوال دیگه چیزی بود حتما تو کامنت بپرسید. تو این قسمت هم میتونید مثلا با دوستاتون رقابت کنید که مثلا ببینید اسکورشون چقدر اسکور دارن و چی جوریه. این قسمت فرنزه و این قسمت هم گلوبال که میتونید امتیازات جهانی رو نگاه کنید. این بود ایونت اینترنشنال. حقیقتا بد نیست، جذاب شرکت کردن توش، چون قبلا با پول میدادی شرکت میکردن، الان تقریبا رایگانه. الان قسمت های پولیش خب چیزایی هستش که خودت میتونی توش انتخاب کنی چیا رو برداری چیا بر نداری. در کل دیگه انتخاب با خودتونه دیگه. خیلی حال داد، ممنون. خدا